سلام به شما عزیزان. آیا پینگ کالافتون مثل این ویدیو خیلی بالاه؟ امروز اومدیم با هم درستش کنیم. اینطور که میبینید اینترنت هی قطع و وصل میشه و پینگ بالای 150 و ریجستر اصلا خوب نیست. امروز براتون یه راه حل آوردم که این پینگ رو تبدیل به پینگ ثابت 50 تا 60 کنید. در ادامه این راه حل رو به شما هم میگم، فقط این ویدیو رو عقب جلو نکنید و تمام نکات رو یاد بگیرید. این پینگ و ریجستر بعد از راه حل میبینید که ریجستر و پینگ خیلی بهتر شده. اگر شما هم میخواید پینگتون مثل من شه و ریجسترتون اینقدر قوی باشه، در ادامه راه حلش رو بهتون میگم. شما به این برنامه ها نیاز دارید. اول وارد تلگرام میشید و داخل کانالی میشید که توی دیسکریپشن این ویدیو گذاشتم. این فایل رو دانلود میکنید، بعد روی 3 نقطه کنارش میزنید، بعد ذخیره میزنید روی ذخیره در دانلود ها. بعد وارد برنامه وایرگارد میشید. اون پایین روی به علاوه میزنیم. بعد گزینه اول رو انتخاب میکنیم، بعد ذره بین، بعد این رو اینجا سرچ میکنید. بعد فایل رو از اینجا پیدا میکنید و انتخابش میکنید. اینجوری این کانفیگ براتون میاد بالا. بهش وصل میشید و میرید توی کالاف. من برای این ویدیو خیلی زحمت کشیدم. لطفاً با لایک و ساب کردنتون از این ویدیو و من حمایت کنید. ممنون. و اینجا ریجستر این کانفیگ رو میبینید. برید و لذت ببرید.